من با هر کدوم بچه صحبت میکردم میگفتن که با سالن یکی ها به مشکل میخورن. بعد 2-3 نفر اومدن، حالا دنبال امتیاز بودن یا خط گرفته بودن اینا، حالا یه خدا میدونن. اومدن بهش گیر دادن، اینم با اعصابشون جنگید، رفت تیزیشو گرفت. چند نفری هم همراهش اومدن تو سالن یک. اشتباهش این بود که رفت تو سالن یک. ویدیوی قتل یکی از معروف ترین گندلات‌های ایران، رجایی شهر، رو به هم ریخت. لحظه‌ای که وحید مرادی وسط سالن زندان روی زمین افتاد. پشت این قتل یه راز تاریک بود، رازی که حتی بعد از اعدام هم کسی جرئت نکرد دربارش حرف بزنه. میگن این یه درگیری ساده نبود، یه نقشه بود، نقشه‌ای که از هفته‌ها قبل طراحی شده بود. اما وقتی پلیس سرنخ‌ها رو کنار هم گذاشت، همه به یه اسم رسیدن. اون شخص کسی نبود جز سعید صالحی. سلام رفقا، به کانال دارک بیوگرافی خیلی خوش اومدین. از اینکه کانال ما رو برای تماشا انتخاب کردین از شما سپاسگزارم. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و برای حمایت دکمه لایک و زنگوله رو فشار بدین. در 11 تیر ماه سال 1397 یک درگیری خونی بین زندانیان زندان رجایی شهر شکل میگیره. درگیری که منجر به کشته شدن یکی از معروف ترین گندلات‌های ایران میشه، یعنی وحید مرادی. با انتشار ویدیوی لحظه کشته شدن وحید مرادی توسط عاملان این جنایت و شادی بر سر جنازه اون، موجی از خشم و نگرانی مردم رو به همراه داشت. عده‌ای میگفتن یک زندانی خطرناک برای چی باید به سلاح سرد و چاقو دست پیدا کنه، و عده‌ای دیگه هم به تدابیر امنیتی زندان رجایی شهر انتقاد کردن و گفتن زندانی که حتی عرضه این رو نداره که حواسش به زندانیانش باشه به هیچ دردی نمیخوره. همین موضوع باعث شده بود که عده‌ای وحید مرادی رو یک قهرمان بدونن و کشته شدنش رو توسط زندانیان دیگه مشکوک بدونن. به خاطر همین پلیس امنیت زندان وارد داستان میشه و شروع میکنه به تحقیق درباره وحید مرادی و عاملان قتل اون. بعد از گذشت چند هفته با تکمیل پرونده و بازجویی از عده‌ای از زندانیان که در لحظه کشته شدن وحید مرادی در سالن حضور داشتن، پلیس به 17 نفر مشکوک میشه که از این 17 نفر 2 نفر به عنوان ضاربان وحید مرادی شناسایی میشن. این 2 نفر ادعا داشتن که در جریان درگیری حضور داشتن، اما هیچ ضربه چاقویی که منجر به کشته شدن وحید مرادی شده بود و به اون نزدن. اما بعد از تحقیقات زیاد و همکاری زندان رجایی شهر و پلیس امنیت، ضارب اصلی وحید مرادی شناسایی شد. اون شخص کسی نبود جز سعید صالحی، زندانی که خودش کم سابقه درگیری و لاتبازی نداشت. سعید صالحی متولد دهه 60 تو تهران بود و در سال 1388 در یک درگیری خونین مرتکب قتل شده بود و با پرداخت کردن دیه به خانواده مقتول تونسته بود رضایت بگیره و از زندان آزاد بشه. اما درست 7 سال بعد از این اتفاق، یعنی در 13 بهمن ماه سال 1395، سعید صالحی به همراه عده‌ای از اراذل اوباش در خیابان منصور با گروهی دیگه از اراذل اوباش درگیر میشن و سعید شخصی به نام علی رو در این درگیری به قتل میرسونه. بعد از این اتفاق سعید دوباره به زندان رجایی شهر فرستاده میشه. اون که به جز پرونده قتل در چندین سرقت مسلحانه نیز حضور داشته، مدعی شد که در جریان کشته شدن وحید مرادی هم حضور داشته، اما اون کسی نبوده که وحید رو به قتل رسونده. سعید تو بازجوییاش گفته که از وقتی وحید مرادی وارد زندان شد مدام برای بقیه کری میخوند. اون میگفت عقابا باید بالا بشینن و کلاغا پایین. روز درگیری وحید مرادی چند نفر از نوچه هاش رو به سالن غذاخوری زندان برده بود که با قاشق و چنگال برای خودشون چاقوی دستساز درست کرده بودن تا زمانی که دعوا بالا گرفت بتونن از خودشون دفاع کنن. وقتی دعوا شدیدتر شد اصلا متوجه نشدم که چه کسی ضربات اصلی رو به وحید مرادی زد.
15 متهم دیگه به دلیل حضور در زمان وقوع قتل و گرفتن ویدیو از جنازه وحید مرادی مورد بازجویی قرار گرفتن. اونا مدعی شدن سعید صالحی و یک زندانی دیگه به نام عباس وحید مرادی رو با ترفندی خاص به انتهای سالن کشوندن و اون رو با ضربات پشت سر همه چاقو مورد حمله قرار دادن. در حالی که دوستان و نوچه های وحید مرادی توی سالن 3 زندان منتظر اون بودن، اما بعد از گذشته چند ساعت میبینن که هیچ خبری از وحید مرادی نشده. وحید مرادی تنها و با پایی که تازه اون رو عمل کرده بود وارد سالن 1 زندان که به سالن قتلیا معروف بود میشه و با عصا و چاقو با اونا درگیر میشه. سعید صالحی در بازجوییاش گفت که درگیری ما با وحید مرادی از حیات زندان و در زمان هواخوری آغاز شد. اون از وقتی که وارد زندان رجایی شهر شد برای همه خط و نشون میکشید و میگفت که من عقاب ایرانم و باید به من احترام بذارین. وحید مرادی توی سالن شماره 3 بود و ما تو سالن شماره 1. بارها و بارها برای زندانیان سالن شماره 1 کری خونده بود و انتظار داشت که همه بهش احترام بذارن. اما ما زیر بار حرفش نمی رفتیم و برای خودمون داخل زندان اعتبار داشتیم. برعکس وحید مرادی که بیشتر توی فضای مجازی اسپر کرده بود و فکر میکرد که زندانم مثل اینستاگرامه. سعید صالحی گفت که وحید همیشه با رفقاش و همبندیاش سر به سر ما میذاشت و بچه‌های سالن شماره 1 رو اذیت میکرد. روز حادثه هم من از لحاظ روحی و روانی در وضعیت مناسبی نبودم، چون پرونده‌ای که از سال 95 داشتم به مشکل خورده بود و همه چیز به هم ریخته بود. و بعد از ورودم به زندان با وحید مواجه شدم و در حیاط زندان با هم درگیر شدیم. درگیری ما بعد از اتمام زمان هواخوری به داخل سالن زندان کشیده شد، اما من اون کسی نبودم که ضربه کاری رو به وحید زد. با اینکه سعید صالحی هیچ وقت اعتراف نکرد که قاتل اصلی وحید مرادیه، اما تمام مدارک و شواهد و اظهارات شاهدان حاضر در صحنه کافی بود تا سعید به عنوان متهم اصلی این پرونده شناخته بشه و حکم اعدام بگیره. سرانجام با درخواست اولیای دم صبح 13 اردیبهشت ماه سال 1402 سعید صالحی در حضور پدر، مادر و همسر وحید مرادی اعدام شد. سعید قبل از اعدام یک وصیت‌نامه نوشته بود که یک روزنامه‌نگار اون رو منتشر کرد. در لحظه اجرای حکمی که به من دادند میخواهم آقایان قبادی و آقای صحرایی حضور داشته باشند و آقای خانابادی رئیس همان اندرزگاهی که وحید مرادی در آن کشته شد. اون همه چیز را میداند. نظر شما چیه؟ به نظرتون سعید صالحی قاتل اصلی وحید مرادی بود یا فقط یک قربانی که باید نقش قاتل رو ایفا میکرد؟ نظرتون رو داخل کامنت ها برام بنویسین.